نصیب باشه. برادران عزیز، من مسعود ابراهیمов هستم. خدا نصیب باشه اگر شفا یافتیم. دکترها که خیلی که من گفتم، دکترها میگن که بعد یک هفته باید من جواب بدم. خیلی بخشش که آوازی من خسته است. که وقتی که این طرف دیل سه کلچت برامدگی و سه دستم دادگی پدرم حتی خیلی ای دستشون نامد، لیکن نمیفهمن که مبارزه بودن در کرای این انسان که آدم کش هستن، خون خورن، یا باید در اطراف ما باید نباشه، در وطن ما این انسان نباید نباشه. برادران عزیز سلامت باشین. السلام علیکم بچه‌های عزیز، به همه سلام می‌کنم. استاد ابراهیم مقصود برادر عزیز، از روزی که کارت خوردگی بود، از روزی که برای حمله کردن تا حال در اپراسیونی بود، در ریانیماسیون بود، به هوش نیامد. 4 ساعت پیش هوش در سرش زده. برادر عزیز خیلی وضعیتش انشاءالله که خوبه. روز مبارزه خچ دوام میتیه. به همه شما اینا که سلام خچ رسان، همه شما در صف این برادر راست باشه، یک جوش جمع شه و دستگیری این برادر کنه که بگذار امروز به این برادر ما حمله کردن، فردا با ما و با شما حمله نکنن. این حکومت، این آدمایی که خچون ما را تروریست و اکستریمیست اعلان میکنن، دیدین که خچون چیکار میکنن و چی از دست آنها میآید معلوم شد و خچون نشان داد تا حال که از دست این چی می اومده. برای همین برادر عزیز سپاسگزارم، تشکر زیاد. سلامت باشه برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز و استاد مقصود، واقعا نظر کنین که یکی از برادرای ما، یکی از استادا روزهای قبل در میدان بیرون شدند به خاطر این مردم مظلوم تاجیکستان که به طریق دموکرات و به طریق دیگر صلح‌خواه، آزادخواه، حتی برادر مقصود ما سرنگون میکنیم گفتنی گپ نداشتن. فقط این بودن که به طریق میتینگ و به طریق یعنی که قانونی رژیم ایواز کنن و این مردمی که مظلومی که در مردم تاجیکستان اینها را کوشش و تلاش داشت که به راه آزادی، به راه صلحی، به راه خوشبختی به وطن بر بگرداند و رژیم را ایواز کند و مردم آزاد باشند، آزاد زندگی کنند، در وطن خود کار کنند و در نزد پدر و مادرها باشند. متاسفانه امروز از طرف رحمان و این برادر عزیز ما یعنی که چی شد؟ هجوم شد و این برادر عزیز امروز در واقعا در بستر بیماری هستند. واقعا امروز جان در کفهای دست گرفته و با چه عذاب و با چه خجالتی ها وقتی خودش گذرانده است. ولی این ملت مظلوم تاجیکی که اینجا جمع شدین و اینجا گوش کرده سین همه ما را فراموش نکنیم که یکی از قهرمان‌های این راه سعادت، این راه آزادی برادر مقصود ما هستند. برادر عزیز، از همه شما احترامانه خواهش میکنم که بیدار شوین، دستی جمع شوین. اگر یک روز شما در پشت رادیو زیلا یک کلمه گپ هم گپ زنین، شما را والله قسم رحمانوف دشمنی شروع میکنه با شما و این که ویدیو ابرشنی هم کنن با شما دشمنیش شروع میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه او نمیخواهد که تاجیکستان ما آزادی باشد، نمیخواهد که خواهرای ما با سطر باشند، نمیخواهد که اسلام در تاجیکستان ما آزاد باشد. کار رحمانوف رزیل فقط ایچیت یک بناموسه، یک انسان وجدان داره، یک انسان که به خاطر دین و الله و شریعت و به خاطر دین وطن و به خاطر حمایه وطن، به خاطر این مردمی که قدر در کشور روسیه بخاری و به مقصد پستیگری آمدیان، اینها را از این کشور روسیه به وطن خود بر بگرداند، بر ضد اینها رحمانوف چی کارهای دستش نباید میکند؟ چگونه که قبلا به استاد داداجان عطاالله هجوم شد، همچنین هجوم به برادر ما مقصود آمد. خب دیگر این ملت مظلوم باید که بیدار شوند، باید که برخیزند. دیگر وقت خوابروی نیست برادر عزیز، دیگر وقت نیست که ما خاموش بشینیم
تا اینکه این گل شکفان ها را از دست بتیم. والله قسم اگر ما این چنین لیدرها را از دست دادیم، تاجیکستان ما اینقدر در خواهی و در خاموشی میماند که تا نبره اوره این کثیف امام علی بر ملت مظلوم تاجیکستان ظلم و ستمشان بالای هم و زیادتر می شود. ملت تاجیک برخیزین، همون عالمایی که امروز در کشور تاجیکستان هستند، والله قسم این روز اگر در نزد الله قدر و قیمت و مرتبه شون را بگذاریم، برادر مقصود ما بالاتر از همه اون عالما هستند. کنی عالمی که علم دارد به خاطر الله خست و یک ویدیو ابرشنی کرد، نیست خیلی عالم در تاجیکستان ما، ولی امروز واقعا این برادر مقصود جان در کفهای دست خود گرفت و بر خلق و بر ملت مظلوم تاجیکستان خدمت کرد، مبارزه کرد و تا امروز مبارزه دارد. و فراموش نکنه رحمان زیل، فراموش نکن خونبهار چی به طریق اسلامی باشد و چی به طریق دموکراتی باشد و چی به طریق کودکسای این زمانه دنیوی باشد، خونبها را ما با خون خواهیم گرفت. ما خاموش نمیستیم. تو تاکی که ظلم و ستمت زیاد میکنی، کوشش میکنی که به تار موی سری برادرای ما کمی را و ظلم از زیاد کنی، ما کوشش میکنیم که ظلمی که تو داری این ظلم برکنار کنیم، این رژیمی که تو داری ما این رژیم برکنار کنیم، ما خانوادی را برکنار کنیم از تاجیکستان. ملت تاجیک برخیزین، این دیوسی، این پستیگری برای ما بسای در طول 23 سال قدم بر 24. تا که ما این چونین استادا، این چونین گنرالا، این چونین با شجاع مردا را از دست بتیم، در بستر بیماری اینها را نظر بکنیم. تا که مقصود برادر عزیز ما هم زن دارد، فرزند دارد، زندگی خوب دارد، ولی در این راه مبارزه وقتی که بلند شده است، این روز اشک مادران اون ریخته است، این روز درد بدن او کشیده است، ولی ما درد نداریم. به خاطر همین ملت و برادر عزیز ما یک تیر و یک کارت خورد. به خاطر همین ملت مظلومی که اینقدر دیوس است، حتی به خاطر دین و وطن بلند نشیدن تا امروز، برادر مقصود عذاب همین ملت کشیده است و این ملت تا حال خاموش است. واقعا ما منتداری میکنیم از استاد مقصود و از اون برادرایی که در این راه بودن و تا حالی هستن و در خدمت استاد مقصود هستن، تشکری میکشیم و انشاءالله که ما دعاگوی اونها هستیم و برادر عزیز شما هم دعاگو باشین انشاءالله. من صحبت خدا به پایان میرسانم. فقط اینقدر کوشش و تلاش کنین که به خاطر الله، به خاطر این برادر ما مقصود بلند شوین. این برادر به خاطر همه ما و شما بلند شید و جانش تا حال درد کرده است و در بستر بیماری است. خداوند همه ما و شما را نظر کنه، رحمت کنه خداوند و انشاءالله که امیدوارم که بیگانه استاد حاجی عمر ساعت 18:30 با وقت مسکو انشاءالله که برآمدی بهترین دارن انشاءالله. و بازم برادر ویدیو ابرشنیاتون از زیاد کنین انشاءالله. این خونبه ها را ما خواهیم به خونبه ها دادیم جواب شه. سلامت باشین برادر عزیز.